به نام خالق یکتا و بی همتا. در این کلیپ مختصرا پیامی دارم برای تمام شاعران و خواننده های نعت، برای عزیزانی که نعت میخوانند در وصف جهاد، شهدا، علما و موضوعات مختلف. به شما پیشنهاد میکنم که از خواندن دو نوع ترانه خودداری کنید. اول همین ترانه های شادی که در بین مردم پخشونش میشود. ای نفس 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 ای نفس نفس قلبی زارم شد قفس بی وفای دیگه نمیدونم شما اسم اینها رو چی گذاشتین، ترانه، شعر، نعت یا هر چی که هست، ولی باید بگیم که این ترانه های شما دست کمی از موسیقی ندارد. اینا هیچ فرقی با موسیقی ندارن. همونقدر که شنیدن موسیقی گناه هست، شنیدن اینا هم گناه هست. و هر کس که در فضای مجازی این ترانه ها را پخشونش بکند، اون هم در گناه شما سهیم هست. خواننده و شنونده این ترانه ها گناهکار هست. و ترانه دومی که از نگاه دین هم خواندنش کار درستی نیست، همین ترانه هایی هست که در وصف اموات خوانده می شود. برای مردگان وقتی عزیزی از دنیا می رود، لازم نیست که شما پشت سرش نوحه خوانی بکنید و براش ترانه بخوانید. با این کلمات نادرستی که استفاده می کنید که تو رفتی، همسرت بیوه شد، فرزندانت یتیم ماند و بی سرپرست ماند و فلان شد. از کی گلمنت هستی؟ رفته، به رحمت خدا رفته، کاری نمیشه کرد. انسان مؤمن همیشه راضی هست به رضای خدا، راضی هست به قضا و قدر الهی. حتی در هنگام سختی ها و مصیبت ها همیشه شکر خدا را به جا می آورد و صبر می کند. و پاداش انسان های صابر نزد الله هست. الله میگه من اجر و پاداش صابرین را بی حساب و کتاب میدهم. لازم نیست که شما با نوحه خوانی فرد مصیبت زده را از اجر و پاداش بی‌نصیب کنید. اگه بازم برای مردگان ترانه میخوانید، بدانید که الله از این کار شما راضی نیست. در اسلام عزاداری فقط 3 روز هست. هرگاه که فرد مصیبت زده ترانه شما را بشنود، با یاد و خاطرات اون عزیز از دست رفته، داغ دلش دوباره تازه میشود و این کار درستی نیست. و به تازگی من یک خبری هم شنیدم که میگن تعدادی از خواهران ما هم قدم در میدان خوانندگی گذاشتن و نعت میخوانند. نعت خواندن مردها بس نشد که حالا زنها شروع کردن. امیدوارم این خبر درست نباشد، ولی اگر حقیقت داشته باشد، خواهرانی که نعت میخوانید از الله بترسید. والله شنیدن صدای شما برای مردان همونقدر حرام است که شنیدن موسیقی حرام است، همونقدر گناه است که شنیدن موسیقی گناه است. برای زنهای مسلمان اجازه نیست که صدای خود را برای مردهای بیگانه نازک بکند و ترانه بخواند. والله صدای شما در بین جامعه فتنه انگیزی بزرگی ایجاد میکند و اگر این کارا کردید، بدانید که روز قیامت الله از شما حساب میگیرد. و به تمام شاعران و نعتخوان‌ها میگویم که اگر روز قیامت به خاطر خواندن این ترانه ها مورد بازخواست الله قرار گرفتین و محاکمه شدین، دستتان از یقه ما کوتاه باشد، چون که ما به شما گفتیم و ادای مسئولیت کردیم. باقیش دیگه با خودتان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.